سلام. بفرمایید. جای شما برای شما اینجا. یا مسجد کجاست اینجا؟ عقب‌تر شما. کتابخونه 3 برابر کتابخونه ما، کتاباش هم 3 برابر. پارتی بازی من اتفاقا میگم یه خانومه هستش دوست داره که لخت مادرزار بیاد. اجازه میدی بیاد؟ نه. چرا نه؟ سلب آزادی کردی. من مطمئن نیستم اینو که اون جامعه ایدئال باید یه جامعه دینی باشه. خود ابراز جامعه لایک خودش یه نوع ایدئولوژیه. بگو لایک فکر میکنن، دیکتاتوری عمل میکنن. اون یه سوال بعدی که میزنن پرپرت میکنن، اون هیچ. ورود تو به عرصه اسلام مشابه نه شلوغش نکن. تحملم هم که آقا فرمودن آستانه تحملم هم انقدر پایینم که اصلا نفسه. اصلا ببین بذار من یه سوال بپرسم. راحتی من اینه که شما نباشی. کوتاه میای؟ ما انشالله مشکل حجاب حالا حل شد یا نشد کار نه، ولی مشکل کباب باید حل بشه.